معاویه است گفت به همه رئیس تمام قبایل صله میدم. رئیس بنی هاشم هم امام مجتبی است. حضرت نرفتن. گفت میدونی چرا نمیاد؟ میخواد پولای من تموم بشه، بعد من پول کم بدم. ببین میگن کافر همه را به کیش خیش بندارد، همینه دیگه. بعد بگه معاویه خسیس بود، منم بلدم چیکار کنم، انقدر سکه طلا اول میذارم کنار برای بنی هاشم که نتونه حسن ابن علی به من بگه خسیس، ولی آخرین نفر بیاد. حضرت روز آخر رفتن، چون نرفتنش به مسابقه جنگ بوده، به معنای قبول نداشتن اون شرایط پذیرش صلح مفصله. میگه حضرت که رفتن، این باید تبختری رو تختش نشسته بود، این کیسه‌ای که پر طلا بود و این یه کار نمادینه، شاید هم میشد یا شخص عادی هم بلند بکنه، داد به یه غلام قوی هیکل سیاه که اینو بلند کنه. یعنی ببین این چقدر پوله. این غلامه که مثلا شاید افریقایی بوده یا حبشه‌ای سیاه جرده، این کیسه رو که گذاشت رو دوشش، همین که آمد نزدیک امام مجتبی شد، حضرت نگاه که دید صورتش قطرات عرق نشسته. اصلا کسی پیش معاویه امپراتوری داره، اصلا کسی به غلام نگاه نمیکنه. از اون بالا معاویه گفت یا حسن خذه انا ابن هنده، بگیر من سخاوتم به مادرم هنده رفته است، هنده جگرخوار، بگیر من فرزند هنده هستم. حضرت هیچ اعتنایی نکرد، همین فقط داشت این غلامه رو نگاه میکرد. فرمود خسته شدی؟ گفت بله. اصلا کسی با اینا حرف نمیزد. به خدا من باید 10 شب منبر برم اصلا این فرهنگ و اصلا کسی با اینا حرف نمی. اصلا این که تو فقه ما داره آقا مباد غلام از گرسنگی یه وقت بمیره، کنیز بمیره، چون این کارا رو باهاشون میکردن، اصلا یادشون مثلا میمردن. فرمود خسته شدی؟ گفت بله. فرمود میخوای این پولا همش مال تو باشه، همه این طلاها؟ گفت بله آقا. حضرت این کیسه رو که سرشو گرفته بودن برگردوندن به این غلام. فرمود خذه انا ابن فاطمه، بگیر من پسر فاطمه هستم. میچرخد آسیاب همه از دو چشم تو، روزی رسان مردم رسواتری هنوز.